بتون سبک اتوکلاو شده ادوکلیو ایریتد کانکریت که به اختصار AAC نامیده می شود، ساختاری مملو از حباب‌های هواست که در سال 1924 توسط معمار سوئدی دکتر اریکسون اختراع و سپس در دهه 40 میلادی به تولید انبوه رسید. AAC به لطف مزایای فوق‌العاده خود یکی از متداول‌ترین مصالح ساختمانی مصرفی در قاره اروپا و آسیا به ویژه منطقه CIS بوده و با توجه به ملاحظات جهانی انرژی و محیط زیست کاربرد آن با سرعت بالایی در حال گسترش است. در منطقه خاورمیانه و همچنین اطراف ایران به ترتیب در کشورهای روسیه، عراق، قزاقستان، گرجستان، ترکیه و عربستان AAC بالاترین سهم از کل مصالح دیوار را به خود اختصاص داده است. این محصول از دهه 50 وارد ایران شد ولی گسترش آن عملاً پس از اتخاذ سیاست‌های کاهش مصرف انرژی سرعت گرفت. AAC مصالحی نوین متشکل از سیلیس، سیمان، آهک، پودر آلومینیوم و آب است. پس از ترکیب مواد اولیه و تبدیل شدن به یک کیک سبز و انجام برش‌های دقیق افقی و عمودی، جهت عمل‌آوری در دما و فشار بالا وارد اتوکلاو شده و سپس بسته‌بندی و آماده مصرف می‌گردد. این محصول امکان اجرا در هر گونه شرایط آب و هوایی به صورت بلوک‌های باربر و غیر باربر، پانل‌ها و نعل درگاه‌های مسلح را دارا میباشد. بلوک‌های AAC با بیشترین صرفه‌جویی در مصرف انرژی در بین مصالح ساختمانی و کمترین آسیب به منابع زیست محیطی در دنیا با عنوان محصول سبز شناخته می‌شود. ساختار توپر، متخلخل و مقاوم آنها منجر به ویژگی‌های بسیار ارزشمندی می‌شود که مهمترین آنها عبارتند از وزن فوق‌العاده سبک، عایق حرارتی، عایق صوتی، آتش‌پادی، کاهش نیروی زلزله، کمترین نیاز به والپست و نگهدارنده دیوارها،